سلام عزیزای دل. آقا ما امروز با یه عزیزی داشتیم صحبت میکردیم، گفتم خیلی قشنگه اینو با شما هم در میون بذارم. صحبت راجع به مؤسسه خیریه بود، جایی که توش قبلا کار میکرد. صحبت شده بود که این مؤسسه ها چجوری کار میکنن و حالا من به همه مؤسسه ها اینو ربط نمیدم، توی اون مؤسسه که این بنده خدا کار میکرد صحبت شده بود که سیستم کاریش چجوریه. میگفت کار ما این بود، زنگ میزدیم، شماره رندوم میگرفتیم، زنگ میزدیم و کیسا رو معرفی میکردیم. هر کسی که کمک میکرد اینو شمارش یادداشت میکردیم، ماهیانه به زنگ میزدیم، این بنده خودم ماهیانه کمک میکرد. گفتم خب درآمد شما به چه شکلی بود؟ گفت درآمد ما 25% پولی که ما واسه مؤسسه جذب میکردیم حقوق ما بود و مثل یه ویزیتور هدف داشتیم و هر ماه باید اون هدفمون رو میزدیم، هر ماه هم هدفمون افزایش پیدا میکرد، رفته رفته سخت‌تر میشد ولی خب درآمدمونم بیشتر میشد. بعد گفتم خب شما که حالا این چیزی که داری میگی درآمد بسیار خوبی هم داشتی، چی شد در اومدی؟ گفت آقا من فهمیدم بیهوده دارم تلاش میکنم و حالا جدا از اون که پول خوبی میگرفتم همیشه عذاب وجدان داشتم. گفتم آقا چرا؟ گفت آقا ما این مواردی که زنگ میزدیم میدیدیم آقا هیچ تغییری نمیکنه. آقا یعنی چی؟ یه ذره واسه من بیشتر توضیح بده، من متوجه نمیشم. می پول نمیگرفتید، کمک می نمیکردید؟ گفت یه مورد بخوام بهتون بگم، یه بنده خدایی بود توی دونه گاوداری زندگی میکردن، یه کودک مریض داشتن، پدر مادر جفتشون از کار افتاده بود. اون صاحب اون گاوداری از روی دلسوزی به اینا یه جایی رو داده بود گوشه گاوداری که زندگی کنن تا مشکلشون حل شه. بعد این کیس رو به ما معرفی کردن، من و گروه هم شروع کردیم برای اینا پول جمع کردن که یه خونه واسه شون بخریم. میگفت هلوش چند هفته رو این کار کردیم، 1,500,000 برای این خانواده جمع شد. و از طرف مؤسسه رفتن یه سری رضایت‌نامه ها ازشون گرفتن، یه فیلم هم ازشون گرفتن که توی فیلم اعلام کنید مشکلمون کامل حل شده. بعد بابت این فیلم و اون رضایت‌نامه مبلغ 20 میلیون تومان به ایشون دادن که مشکلش حل نشد، ولی رضایت داده که من 1,500,000 گرفتم و خونه واسه من خریدن. بهشم گفتن آقا بخوای به ما پشت ما حرف بزنی میریم ازت شکایت میکنیم، خب این پوله رو بگیر دهنتو ببند. حالا من واقعا خودم هم ناراحت شدم. من میگم آقا اگر یک شخصیت معروفی میاد یه مثلا فلانجا متاسفانه زلزله میاد، یکی میاد پول جمع میکنه، اصلا از پول خودش میاد اونجا کمک میکنه، بعد میرید بهش میگید شما غلط کردی، تو چی کاره بودی بخوای پول جمع کنی؟ باش برخورد میکنید. خب این بحث اعتماده رو خودتون میدونین مردم دیگه اعتماد ندارن، متاسفانه دیدن. خب امثال اینها، این مؤسسه ها هستن که باعث میشه اعتماده از بین بره. خب این واحد نظارتیه باید خیلی قوی تر باشه دیگه. مثلا ما بوده کسایی که توی خیریه کار میکردن بعد دزدی میکردن، بعد بهشون خب چرا دزدی میکنی؟ بابا این صاحب مؤسسه من از فلان مؤسسه میشناسمش، روزی که اومد این مؤسسه رو مجوزش گرفت یه پراید داشت، ماه بعد شاسی بلند خرید، این از کجا آورده؟ این بخوره ما نخوریم؟ بعد گفتم خب اگر گیر کنی چی؟ گفت نه ما کارمونه بله. چرا؟ مثلا یکی از روشاشون چی بود؟ گفت این صندوقایی که میان واسه ما تست میذارن اینا اگر صندوقه با بس پلاستیکیه، اینو با سیمچین که میزنیم اگه یهو واشه این یعنی تازه این بسته بهش چسبیده، این تسته، ولی اگه باز نشه یعنی این صندوق قدیمیه، کسی هم خبر نداره، پولشو برمیداریم واسه خودمون. خب ما مردم خودمون هم به خودمون رحم نمی کنیم و این داستانه هست.
واقعا هم خیلی ها رو من میشناسم میخوام کمک کنم، بعد میگن آقا به کی کمک کنیم؟ واقعا سواله به کی کمک کنیم؟ چون مثلا فلان کسک که نیازمنده رو که همه که نیازمند نمیشناسیم، که میدونیم مثلا یکی از نیازمنده میریم بهش کمک میکنیم، ولی من خودم به شخصی چون نمیشناسم نمیتونم کمک کنم، میگم از طریق مؤسسه کمک کنم. بعد میبینی مؤسسه این داستان رو میشن، میگی من الان پولمو بدم فلانی بخوره. حداقل توی این مباحث که کمک به هم نوعه، توی این مباحث نکنیم این کارا رو، بذاریم حداقل به هم دیگه احترام بذاریم.